سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال و خصوصا مردمی که میخواد گاو و گوسفندش خریداری کنند. اگر برایش میاد گاو پیشنهاد میکنیم تقریبا 6 یا 7 زایدگی است. همین شوجش که گوسفندش در نباشه، گوسفندش نر بوده است و شیرش شب سرش 10 تا 12 لیتر دوستو. حتی جوشیشش خوریشش همه چیزش 100% میگه گفت به گفتی صاحبش. اون خیلی عیبش نیست، تنها عیبش در همون است که برای نگاه داشتن این جوان شرایط نداشته است. در خونش چند تا گاو بوده است، اینش گویم اینش میفروشد. هرچور رویش سینهاش گویم کوری است که عیبدار نیست، شیر میده دوستو. حالا نگاه کنم این کودکی گوشم همین گوه میجوشد، اون خیلی ریاکس نمیده با مانند دیگر گوه لغت نمیزنه که بیران نمیشه. حالتش خوب، بچهش نر قرار داره در ناحیه مسجد جماعت مسجد در کمسمال فلشنسکر در خانه میگود این 22,000 سومانی نقد کردگی هستن نداده است. در نیتش یعنی تقریبا از 25,000 با سودا میشه. 25,000 میگود با سودا میکنه دوستان. من بچه میاد بچه‌م حالش خوب است. رقمش در زیر اکرام میگذارم، حتما زنگ میزنید خریداری میکنید دوستو. یک تا گوسفند است، یعنی 4 پیاز طرف گوسفندش هم شوا است، یعنی که حالتش خوب است. نگاه کنید همین جوان بچه تقریبا سنف 1 یا 2 باشد. همین گوسفند رو به زیر میجوشه گوه بچه اون خیلی وای نمیکنه، لغت نمیزند، یعنی که مثلا یک خیلی گوه است که دیگر کسی نمیمونه. پوشیده نمیتونی حالتش خوب خیلی زنگ میزنید خریداری میکنید. و اینچین بعضی ما یک تا بوزی اوچه بچه باشد به نظرم. از صاحبش درستر نفهمیدم اوچه بچه است یا نه. بوزش یعنی که بوزی شیرتی است. این بچهش به نظرم بچهش است. اینا هرش 3,000 میگود با سودا میشه. 3,000 با سودا میشه. بسیار خیر. خریدارای جذمن باشید حتما زنگ زنید و خریداری کنید. باقی سربلند خانواده باشید. کسی اگر همین بوزا بچهش یا که همین گاو و گوسفندش میخرد الهیم واقعا برکات یاد در همون خریدش دوستو. زنگ زنید و خریداری کنید. خدا نگهدار.